سلام، دوباره شب جمعه است و ما داریم با بچه ها آماده میشیم که بریم بچرخیم، اما هنوز راه نیفتاده بودیم که خوردیم به ترافیک. حواسم نبود اینجا رو کندن آجی. اینجا هم یکی از بچه ها مأمور دید و شروع کرد علامت دادن، ولی ما مدارکمون تکمیل بود و اصلا نیازی به این کار نبود. ترافیک رو رد کردیم و تونستیم یه گاز راحت به موتورامون بدیم. بعد یه 20 دقیقه سواری رسیدیم اینجا که دوباره راه افتادیم که هنوز راه نیافتاده. جی پی اس یه سری بچه ها به هم ریخت و داشتن راه خودشونو میرفتن و با این بوقای آزاردهنده مشکل برطرف شد. اینجا هم جا داره تشکر کنیم از بابا برقی بابت نورانی کردن شهرمون. لامصب دخبسفگ خیابونه. اینجا هم یادم افتاد رقص نور دارم و فضا رو معنوی کردم. نمیدونم چرا تو اون تاریکی به ذهنم نرسید. اینجا هم سر لوکیشن اشتباه رفتیم ته یه کوچه بن‌بست. آقا بالاخره ورودی پارک رو پیدا کردیم، رفتیم یه ساعتی توش چرخیدیم و دوباره زدیم به کف خیابونا. داشتیم یادگار رو می اومدیم پایین که یکیمون رفت که بچه ها با دست و جیغ و هورا ازش خداحافظی کردن. خلاصه جمع کوچیک‌تر شد و فرمیشنمون تغییر کرد. من اصلا یادم رفت بچه ها رو معرفی کنم. جناب آقای زود، آقای امیر فرفری، آق میرو گربمون مرلی، اینم حاج امید سوار ببری قشنگش. دیگه همه میدونیم تونل جای کاتاف زدن و بکفایر. به نازم حاج زودی اینجا هم زدیم فقط تا من بچه ها خداحافظی کنم. آخرشم گازیدم سمت خونه و جیش بوس لالا.